تا حالا شده فکر یه نفر یه لحظه هم رهات نکنه؟ جوری که انگار یه چیزی تو دنیا عوض شده، یه حسی شبیه جادو. اما من اینجام که بهت بگم این جادو نیست، بلکه یه الگوریتم فوق‌العاده پیچیده است که همین الان تو مغز ما در حال اجراست. برنامه‌ای که شاید از خود اون حس شگفت انگیزتر باشه. فکر میکنید وقتی اون آدم سر و کلش پیدا میشه دقیقاً چی میشه؟ انگار یه طوفان شیمیایی توی مغز راه میفته. یهو قلب شروع میکنه به تند زدن، دستا عرق میکنن، تمرکز از بین میره. این کار نوراپینفرینه. بدن شما رفته رو حالت آماده باشه کامل. یه حس سرخوشی شدید میاد، یه هیجان خالص. اینم دوپامینه، همون پاداشی که مغز وقتی یه چیز خوب پیدا میکنه بهمون میده. برای همینه که فکر کردن بهش به معنی واقعی کلمه اعتیاد میاره. اما قسمت عجیبش اینجاست. افت سروتونین این همون چیزیه که اون آدمو تبدیل میکنه به مرکز جهان. بقیه چیزا میرن تو سایه. یه وسواس فکری شیرین. این یه کوکتل شیمیاییه که مغز ما با دقت برامون آماده کرده. اما سوال اصلی اینه چرا از بین این همه آدم مغز ما این طوفانو برای این یه نفر راه میندازه؟ خب مغز ما یه سری میانبر داره. مثلا مغز ما به شدت عاشق چیزای آشناست. بهش میگن اثر مواجهه. تا حالا براتون پیش اومده اون همکلاسی که اول ترم اصلا نگاهش نمی کردید یهو آخر ترم براتون به شدت جذاب میشه؟ تکرار علاقه میاره. یا عمیق‌تر از اون، ما ناخودآگاه دنبال یه حس آشنا میگردیم. شاید یه الگوی رفتاری، یه نوع حمایت، یه چیزی که ما رو یاد امن‌ترین نقطه زندگیمون میندازه. این یه کشش ناخودآگاه به سمت چیزیه که حس خونه میده. و البته مغز ما دنبال تناسبم هست. آدمی که شبیه ماست، ارزشاش، نگاهش به دنیا. انگار مغز داره دنبال یه همتیمی خوب میگرده. ولی اینا همش لایه رویی ماجراست. زیر این آشوب شیمیایی 3 موتور قدرتمند دارن کار میکنن. موتور اول غریزه است، همون نیروی بیولوژیکی خام که ما رو به سمت اتصال هل میده. موتور دوم همین شیفتگی بود که صحبتشو کردیم، همون طوفان دوپامین و هیجان. و موتور سوم که آرومتر، عمیقتر و البته موندگارتره، وابستگیه. این همون سیمان رابطه بلند مدته. هورمون‌هایی مثل اکسیتوسین، همون حس آرامش عمیقی که بعد از یه آغوش طولانی پیدا می‌کنی. و جالب‌تر این که گاهی این 3 موتور هر کدوم برای یه آدم کاملاً متفاوت روشن میشن. اما با تمام این هورمون‌ها و الگوها یه چیزی هنوزم یه راز باقی میمونه. یه عامل ناشناخته. حتما دیدین 2 نفر که روی کاغذ اصلاً و ابداً به هم نمیان عمیقاً به هم وصل میشن. مثلا یه آدم به شدت منطقی و حسابگر شیفته یه آدم غرق در احساس و هنر میشه. هیچ کس باورش نمیشه، اما اونا یه زبان مشترک پیدا کردن که هیچ کس دیگه‌ای نمیتونه ببینتش. این همون کلیک کردنه. فراتر از شیمی، فراتر از تناسبای ظاهری. این یعنی ارتباط تو عمیق‌ترین سطح. و این راز همیشه مثل سائقه عمل نمی‌کنه. بعضی از عمیق‌ترین ارتباطهای دنیا
مثل یه شعله آروم شروع میشن، اما با هر بار حرف زدن، با هر بار شناختن لایه‌های درونی‌تر، اون شعله گرمتر و قوی‌تر میشه. علم به ما نقشه رو میده، به همون میگه که این جاده ها از کجا میان، به همون میگه که چرا قلبمون تند میزنه و چرا نمیتونیم ازش چشم برداریم. اما دونستن نقشه با قدم زدن تو مسیر خیلی فرق میکنه. این شیمی جرقه است، اما اونی که در نهایت این ارتباطو میسازه خود ماییم. مغز موتور رو روشن میکنه، اما این قلبه که فرمونو دست میگیره.